بچه ها اومدیم با یه ویدیو دیگه از ترقه ها. بچه ها من این پارت جدیده چون به خاطر که یه ترقه جدیدم خریدم. اولین چیزی که ما خریدیم که همین میشناسم یه منور 20 شد. نگاه کنید زده 20 شد. خب بچه ها بعدی سیگارت گرگی 60 تایی. بچه ها نگاه کنید سیگارت گرگی. خب بچه ها بعدی آبشاری. دوتا آبشاری بچه ها نگاه کنید. دوتا آبشاری کوچولو به قیمت 20 تومن. ترقه بچه ها جدیده مثلثی. بچه ها ترقه جدیده نخریده بودم که الان خریدم. مثلثی بچه ها چند تا دیگه هم خریدم. مثلثی 6 تا واسم خریدم. اینجا بچه رفتن زیر قایم شدن. مثلثی خیلی بچه ها مثلثی خوبن. خدای صداشون عالیه. مثلا قدیما بهش میگفتن قدیما میگفتن سزلی. بچه ها بعد ترقه قدیما کپسولی که چی نگاه کنید. شاید دیدین چقدر خریدم دیگه بچه نشون میدم چون مثلثی نشون دادم چون تازه خریدم همین دیروز گرفتم. اینم کپسولیمه. بچه ها بعدیم شیافی ترقه شیافی همون بلوطی هم بهش میگن. پود رو نگاه کنید تا کجاست بچه ها. تا کجا پود داره. بچه دارن ترقه میزنن. بچه ها بدون چه دارن ترقه میزنن چون یه هفته مونده به چهارشنبه سوری. امروز شنبه است. سال 1402 به 1403 بهتون تبریک میدن. یعنی چهارشنبه سوری یه هفته دیگه است. سه شنبه ترقه که بعدی و دینامیت بچه ها. دینامیت چینی. اینا مثلا مثلثیه. بچه از داستان گرگی زخمی کلان توش دوب پره. خیلی خوب بچه ها گرگی اون شیافی اینجا ساره گم میشن همینطوری. تو هم ببین تا کجا بوده بچه میخوام بهتون نشون بدم. شیافی بذارید زمین کلا.
بچه این هم از ترقه های ما. بچه من فندک هم خیلی آهانشی. بچه فندک هم خیلی بودم. فندک قرمز. این هم از ترقه های ما بچه ها. امیدوارم خوشتون اومده. سابسکرایب و لایک یادتون نره. بچه ترقه بخرم براتون از دوباره کلیپ فیلم میگیرم و میذارم. این از ترقه های ما تموم شد. رفته یه چیز دیگه نداریم. دا حافظ لت گو.